سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با یک خطای رایج دیگه و معرفی خطا و نحوه رفع خطا. با من همراه باشید. سلام عزیزان، بیاین ببینین چه اتفاقی افتاده. یک فاجعه رخ داده. لباسیوی LG مون روشنه ولی آبگیری نمیکنه، لباسا داخلش مونده. تو همین صحنه خیلی‌ها فکر میکنن وای چه اتفاقی افتاد، همه چی خراب شد، باید زنگ بزنم تعمیرکار. ولی 80% مواقع با 4 قدم ساده که در ابتدای ویدیو بهتون میدم میتونید خودتون رفع کنید و نگران نباشید. کلن آی یعنی چی؟ آی یعنی ماشین لباسشویی شما تشنه است. تمام. تعریف سادهش یعنی آب داخل ماشین نمیاد. بریم ببینیم چه کار میکنیم. قدم اول باید شیر پشت لباسشویی رو چک کنیم. بارها شده خودمون چه بچه ها حواسشون نبوده دستشون خورده، شیر یا بسته شده یا نیم باز شده. قدم اول شیر آب پشت دستگاه رو چک میکنیم و از وجود آب در پشت دستگاه مطمئن بشین دوستان. خیلی مواقع پیش اومده، ساده است ولی اتفاق زیاد افتاده. قدم اول پس شیر آب پشت دستگاه رو چک کنیم. قدم دوم، شیر ورودی پشت لباسشویی بارها شده حواسمون نبوده لباسشویی رو خیلی عقب دادیم، تا خوردگی شلنگ ورودی آب داشتیم، پیش خوردگی داشتیم. بارها شده دوستان ما خونه مشتری مراجعه کردیم که فقط ایرادشون همین بوده. پس دومین قدم کاری که انجام میدید شلنگ ورودی آب رو چک میکنید خم خوردگی یا تا خوردگی نداشته باشه و برای اطمینان یک تشت میاریم، شیر از پشت لباسشویی باز میکنیم و شیر آب رو باز میکنیم مجدد تا ببینیم آب آیا قشنگ از مسیر شلنگ رد میشه و وارد تشتمون میشه یا نه. قدم سوم، کاری که میکنیم پشت لباسشویی، پشت شیر برقیامون یک توری های خیلی ریزی قرار داره دوستان. حتما شیر آب رو ببندید، شلنگ رو از دستگاه جدا کنید، توری رو یا با دنبارک یا با دست یا با یک چاقچیز نوکتیز توری رو در بیارین. معمولا تو این توری ها گلولای، زنگاره و همه چی داخل این منافذ گرفته میشه دوستان. حتما اینو در بیارید، به وسیله یک مسواک تمیزش کنید. تمیز که شد دوباره مجدد سر جاش وصل کنید و شیر رو پشت شیر برقیمون ببندین و از سفت بودن و محکم بودن شلنگ اطمینان حاصل کنید. و دوستان نیازی به تفلون نداره، داخل اینها یک اورینگ هایی هست خودش آب بند میشه، فقط با دست خوب سفت بشه. قدم چهارم شاید به نظر ساده بیاد و خیلی مهمه دوستان. بعد از اینکه مراحل انجام دادید حتما دو شاخ اصلی لباسشویی رو از برق بکشید و به مدت 2 دقیقه از برق جدا باشه تا خازنها ریست بشن به اصطلاح. بعد از 2 دقیقه دو شاخ رو بزنید و روی یک برنامه کوتاه مثل آبکشی و یک برنامه شستشو کوتاه دستگاه رو مجدد روشن کنید. همینجوری که میبینید دستگاه شروع به آبگیری میکنه، انگار یک نفس دوباره گرفته دوستان. خلاصه و جمع‌بندی ویدیو امروزمون دوستان، خطای آی هیچ ترسی نداره. 4 تا مرحله داره که خدمتتون گفتم. 1. شیر آب رو چک کنید. 2. خمشدگی شلنگ یا تاخوردگی شلنگ ورودی آب. 3. توری داخل شیر برقی رو تمیز کنید و 4. حتما دستگاه رو به مدت 2 دقیقه از برق بکشین تا ریست بشه. اگر این موارد رو انجام دادید ولی همچنان با این خطا مواجه شدید دوستان، دیگه متاسفانه قطعه شیر برقی شما که به این صورت هستش، کامل ببینید این شیر برقی دستگاه شماست و این قطعه خراب شده، معیوب شده دوستان. یه قطعه مثل این تهیه کنید و اینو تعویض کنید. دوستان توضیح که بدم خدمتتون، این دستگاه، این قطعه شیر برقی اگر توجه کنید به لیبل روی قطعه، اینا معمولا 220 ولت هستن. برای تست سلامت اینها میتونید و اگر یه مقدار فنی باشین به وسیله یک سیم تست اینجا فاز و نول روی این قسمت فاز و نول رو بزنید. باید وقتی که روشن میکنید دست این شروع به آبگیری کنه. اگر آبگیری نکرد شیر برقی شما دوستان خراب شده و باید اقدام به تعویض شیر برقی کنید و قطعا اگر شیر برقی رو عوض کنید مشکل شما قطعا حل خواهد شد. امیدوارم دوستان از این ویدیو هم استفاده کامل برده باشین
در پایان به خاطر حمایت از این کانال سابسکرایب فراموش نشه. با لایکاتون به ما انرژی میدین و اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد ویدیوها دارین و یا موضوعی مونده که ما برای شما ویدیو تهیه کنیم، داخل کامنت ها خوشحال میشیم با ما به اشتراک بذارید. متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.